آنالیز بازی استقلال در بازی دربی. استقلال بازی رو با ترکیب 3-4-3 شروع کرد. جواد نکونام برای این بازی ابتدا سعی کرد گل نخوره، بعد با ضد حمله و ضربات شروع مجدد به گل برسه. دو تا مشکل اساسی استقلال در فاز حمله: یک، نقطه قوت استقلال در فصل گذشته گل زدن در ضربات شروع مجدد بود که در این فصل مشخص برنامه خاصی برای گل زدن از ضربات ایستگاهی نداره. دو، میانه زمین رو کاملا به پرسپولیس باخته بود، در صورتی که اگر زودتر تعویض میکرد و کاکوتا و ماشاریپوف رو به میانه میدان میآورد میتونست نبض بازی رو از پرسپولیس بگیره و چون پرسپولیس 4 مدافع میانی خودش رو عقب نگه داشته بود، یک فاصله معناداری با خط هافبک و خط دفاع ایجاد شده بود. اما واقعیت اینه که استقلال بازی رو قبل از اینکه تو زمین ببازه به ذهن مربیش باخته بود، وگرنه که اینو هر مربی تازه‌کاری میدونه که دقیقه 92 نباید نصف زمین رو عوض بکنه. بر اساس نمرات سایت 11 بهترین بازیکن استقلال ابوالفضل جلالی بود.